گیلا 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 آه ابر رخشوی دیشی بابا ابر رخشوی دیشی چی مای؟ تو یک سر خیلی تو چی رقمه؟ بابا بدرم این میبارم نگه بیش بیا جمع کمی حال فاتگه من کم دره کن که تو بدار ما خدا بابا بس به خیالم که از گشنگی سیانه میرم تو بعد مال گشته شدی آه اوه فکر به اصل کنیم بابا شکم به گپ نمیفهمه شما به گپ میفهمید اوه بیاد امروز چاشتم دیگم دومروه راستی من میرم خونه خاله خود اگر کجا میری؟ بخونه خاله خود سایکو گیلا آه نمایی که بری بخونه خاله خود برای برو از اینجا از بازار توی تا سندری گرفتگی بستو بفهمیدی؟ و من جگر مرغ نندازی که اصلا گوشت مرغ من داده خوب به خود خواهد رقم ده اچینگه سرک دیگه بفهمیدی؟ بازار میگیم برو همون بازار گفتم میشه دیگه چینگه نرجیو بازاره عقل کمال به کجایه یعنی بابا تو هم سردل داری تو خیلی به من گوشت مرغ من داده جگر مرغ نندازه نه یه هم دوتا دایی دوتا دایی آه بگم دوتا دایی با من بابا سایکو دوتا سنیک در پیگی بستو به من جگر مرغ نندازه گوشت مرغ یکی گوشت مرغ باشه گوشت مرغ فافافل آه تو دیگه با اختیار خود تو دیگه من میگم گوشت مرغ هم بندازونه جگر هم بندازونه گوشت مرغ هم بندازه که سیر شم خود تو اختیار خود هرچی می بخو بستو بخی بده با شما بگم هیچ چی جگر نندازه جگر نندازونه نه خاطر جگر که میگم بابا من میخورم حساسیت دارم آفرین بگو فقط گوشت مرغ تنها باشه خوب خود فافافل فافافل چه زنبر زن سوس کمبر زن خواه دیگه همه چی دو بستو بیار دیگه با بیلا که سردیل داری تا مستقیم اینجی بیام یا بالا سر گوا بیا میگی بیا دیگه حلف درو میکن که بالا فارم ببری خوبه سیه گیلا سیکو بابا سیکو چی میگم سندویچو دبالی بستی که سیر شیم بفهمیدی تروشی هم بندست چگنی هم بندازه بفهمیدی فلفل هم بندازونه یک سوسی هم بستو بیا سوسی خوبه زودی بیایی دیگه با من اینجا عروشه که کشته نکنی ای به کدی لحظه غربستان شدی دیگه من کجا رو پالان دیگه غیب شدی پیش من بکیستی ایلا چه کار میکنی تا از یعنی خواه مردم آخی توی شب شفتران لغت میکنی مسلمان رو درو میکنه بله میگم آخی اینا تو چری تو لغت کردی آخی مسلمان اینا رو درو میکنی چه درو کنی نبران خواه بگم براجت سکتون هم یک داینیه تو بیا بسته کیسا مال بخواد خود چه کار شده؟ دایی ما گم شده دایی تو از اینا چه کار میکنی؟ ها من به دست میبید ما چون از این بر آمدم بالاخره از این بر یک بری بی آمدم از این رو سرزمین ها خواهمدم الان همیتایی نمیفهم که من عدیمی جلتی شدیم استطاعت سعی میکنم تا دستم یک داییه برای چی میرفتی؟ سنجبه چی؟ سنجبه تو تا حال گم بخوا سنجبت بخورده بدی؟ ها اشته چیزاه؟ سنجبه نیست به تا چیزه به تا لیلونه خب انه نفیر کدوم پرشوی پرکی بید ما امبارو با بابا خود سنجبه گفت جگر مرغ نندازه گوشت مرغ بندازه دو تا داری پگی بید یکی از او یکی از من گو جگر ننداخته خود لفالفل گوشت مرغ لفافل بندازونه نه سکو برا نمه حالا میبره سندویچ چورشی ها سکو بگو با پیار ما گوشت مرغ پاریزه بگو گوشت گوسپند بندازونه گوشت گوسپند بیتاره گوشت گوسپند ایتا بریو بگو دم سندویچ چورشی گرفتی دایی بریو بده بگو یک بگو گوشت گوسپند بنا که پیار ما گوشت مرغ هم پاریزه حدوداً چند کیلو لااقل نیم کیلویی بندازه که پیار تو با کامل سر نمیشه خب اشتا کنه یک دایی به غزنه داری بیدی شیجه میده یا به تعلق ما مردم بدرش و گناه داره مسلمان اینا زحمت کشیده و میتونه اینا رو اشته درو کنه تو خود تو سیکو همین رو بدرش تو توقع شما تو درو کرده میتونی اینا تو اینا رو میگیری خاطر داری بلغت کردی قانال با یک سنجبه تبستون گوشت گوسپند بندازونه قانال بابا گوشت مرغ بنداز جگر ننداخت اشته کنه پس می برم با بابا خوب بپرسم بگم مرغ و گوسپند قطی کنه برو بپرسم برو اگه کار رم نمیکنی برو واسه سندویچ چورشی بگو تا دونه 5 روپیه‌ای برای ما بده دبال تیار میکنه برای تو برو سر نمیشه
شاه سرناش بالا شو تعالى مردم کامل دقت کردی برای برات کار خود تو سیکو خب بالا که ما دینومت کردی اون گیر کنه فرش زمین میکنه تو خود تو هم بالا شده که تو کاری به من که بالا میشون تو که بیام دیام دقت کردی تو که به ما فن یاد میدی کدو قلبستان لا چی دیده ده پس اینجا گفت اینجی نبود تا شفتالا نبود کجا بود لا 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 تو کار گلا رمضان اشتنی جانجر خیلی تیار هستی جانجره شکر تو گردن تو من ندیدی بشی حرومه به تو چی میگی تو حرومه به تو عقم سایر بخوری تو چی میگی آقا سر آره از می امرنگ می پول داری به امرنگ می دایی خب چیکاره بابا ما بعد از گفتک برو بگو گوشت مرغ بندازنه و جیگر مرغ نندازه و تسان جبه جیگر مرغ نندازنه دو تا داری بگی بستو نگنه بیار اکما سرشین الان یک دایی پیش من مفقود کردی پیار تو دایی داده کتا برو جیگر مرغ و گوشت مرغ بندازنه آره زوا همه جیگر مرغ بخوره سخت دل میشه اپندیس میشه به شما معصر نمیشه جیگر مرغ یا پریزه پریزه اگه نه معصر نشه خوشانم پا معصر کمالام گیلا نور خوش به قوله شما پیدا نمیشه تا دو رزه کنی نه نمیمونه به خونه خاله برفتم امشب هم مثل که امشب هم برفتم خاطر خاله من بزیده بچه خودی بزیده خاله من تو برفته که زاد جمع کنه زاد جمع کنه گیلا یک چیزی ما با تو بگم به دری به برار من خورد تهونی نکنه چیکار کنه؟ 1 کیلو گوشت مرغ غالب 8 روپیه ها تو 10 روپیه هنو 2 روپیه گرانتر به سندویچ فروشی میری بگو نیم کیلو میی به من بندان نیم کیلو هم گوشت مرغ که پیار تو پرز میره نیم کیلو میی بگو میی بیداسته باشه بیداسته ها تو به 10 روپیه خود میی حیف کنی بدی به سندویچی که گوشت مرغ خود چیز بیارزشه دیگه خب نیلیلا بدی گو تا گوسپند بندازونه گوشت و گوسپند هم اگه میی تا 2 تا سندویچ میی اصلا تو هم بگو گوشت و گوسپند بندازه خب سه گوشت و گوسپند بگو خب من میرانه گپ طور میگم بابا گوشت و گوسپند همه چیزی که خود شما خوش دارین که بی از گوشت و گوسپند شما به عید قربون که به شما گوشت و قربونی میارم میبینید دیگه وقت خونه میبینید نه بابا خلاص دیگه برو که به خیر خوشی یخچال ما پوره از چی؟ همه لوکه یخه نه من باشه طبق بالا پی شاید به وقت به این هم به سبزی باشه نه لنگ مرغ لنگ مرغ لنگ مرغ میخونایو صحیحه برو پیار تا مسار تو می تو سرقی شده شاقی ای دستو ای جانانه من یار من دلبر من بیا بریم با باغچه خب گوش کشیم فقط بابام رخشویی داشتم یار جنی من یار جنی من شلوار پلنگی بابا سلام علیکم منده نباشین گم شد بابا چی گم شد؟ دایی گم شد؟ یک دایی گم شد به تا کوچه تقله دایی دیگه بمونده بابا تو دیگه پولارش کنه نتویستی سعی کنیم بابا من به تا دستم بود پولا نمیفهم به کجا گم شده خب حالا باز به همسایه‌ها بدیدم خب بفهمیدیم خب نیلیلا بدیدم خب نیلیلا یک رای حل به من نشون داد خب چی رای رای حلی بیدک رمضان هم بیدک خب رمضان هم بیدک نیلیلا گفته که کجا میری چی میپله گفتم همی تو خب گفته برارم انا برو به ساندویچی بگو ساندویچی انا گوشت مرغ نندازونیم گوشت گوسپند بندازونیم گفته اگر نمی گوشت گوسپند که بندازونه هر دو نفر شما گسر میشیم خوب رانه کردم نگه تو ها برفتی بودم سندویچی خب نه شما خود گفتیم بابا خود شما گفتین که گوشت مرغ بندازن جگر نندازونه حالا گوشت گوسپند هم باشه گپ پینیه دیگه ها پریز نی نه بابا یلا کن پریز چه پریز باشه گوشت گوسپند من خاطر عادی گفتم شما که از جگر مرغ پریزین از جگر مرغ پریزم از گوشت مرغ پریز نیم از گوشت گوسپند پریز نیم بچه خوبه از گوساله چی گوساله هم نرمه دیگه خوبه دیگه گوشت گوساله خب پس برو مثلا جبت بگم برار گوشت گوسپند بنداز خانال دایی ما خب چکار کنیم یک شمار میشه بود سکو یکی به من بستو بیارک بعد تو برو خونه خاله خود چه خورده دارم ای تو بدار برا نه چیشم چه؟ مستر میشم با تو میخوری نه دیگه نه چیش اگه وردا بیارک که ما واسه گوش نیم بده خب چی بگم مثلا جبه بگو گوشت گوسپند هم بندازانه
مرغ هم اندازه مرغ اگه داشت مرغ من نداشت گوسفند اندازونه. خب فقط جیگر نندازه. جیگر نندازونه. خب جیگر نندازه بگم گوشت همون گپ همسایه با گوش کشم. همون گپ همسایه برای بگو میتونم. برو. من خیلی بیدار. سعی زودی بیای دیگه. خوبه. تا 5 دقیقه دیگه بیای که تا 15 دقیقه کتاله ولی چینگ سرک برم. خب برو من 20 دقیقه بیا. خوب علی. خوبه. بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا گل در اومد از خونه صبح گل در اومد از خونه. السلام علیکم. خوبه سلامته. بخیری. جان شما جاره. چقدر خوشحالیم رو. میفهمی گپ چیه؟ نه چی گپه؟ به خدای پاک قربان شما از یک کگی نجات داد. چه کار شده؟ به من خدا برای خوردی داده. مبارک باشه پا. سلامت باشه زنده باشه. خوبه دیگه رنگتون ها؟ ابرنگ به همین چیزه که سبزی سیاهه. کل خوبه. خب چشمای هم به رفته. کجا میبری؟ برو برات بچه خاله خو خاله شو خاله. اینو می چیکار کنی دیگه؟ بخته نه مادر به شونه زچی بخته کرد نگفتم برو بچه خاله خو گیله کنم بگو بیایم شو خاله تام کوکانه رو. بیا. نه رو برات از اینو. چره؟ گیلاک بچه خاله تو میبدیدم پول به دستی بود میرم ساندویچ فروشی که ساندویچ بستانم با خود خوپیار خو. من دیگه نون خورده باشم. او مثلا برم راست بگم مختاری و که پاشه کم خو خورده. زود گوشته بشه. درسته. کم کار میکنه خیلی بخوره. فهمیدی؟ الان دیگه مثلا کمک رو مختاری دیر شد. فهمیدی؟ خاطر که وقت مال تیره چاش کو تیر شد. ما راست پرساب کنی کسبول و گاز خلاص کرده بود. دیگه من خاطر دیر شد دیگه حالا گفته باشه برو برند را بگو که بیای بعد دیگه باز همونجی خاله واسه باز گفت بره با دنبال از اون. دایی به دستی بیده. گفتم میرم که ساندویچ بستانم. هنوز من راهنمایی هم بکردم. گفتم به ساندویچ فروشی گرفتی به ساندویچ فروش بگو پیار مادر گوشت پاریز بغیر گوشت گوسفند. یک ساندویچ دبال تیار کو تایرم گوشت گوسفند بندم. گفتم خوبه. راست بگی. بفهمیدی؟ انا برافته کنه میفهمم. راست پرسا کنی ابو باجی آقا با کماسته کواکو اولستاری. خوب. فهمیدی؟ این تو بگو پولا مثلا نفس بدم راه پولا به پیشو. راستی یک چیز بگه. جا. برار خود چی نام کردی؟ برار به. یک اسم به تو بگفتم که ایت اسم نام کردم که اگه به تو بگم ایت یک ساعت شد قش کنی اخنده. خوب. چی نام کردی؟ اسم برار به زقی و زاقومن اردو برار لالوبا. با غلام هم چیزی کم نمیشه دیگه. آفرین. سر میخوره خودتو. خودم دیگه خیلی شما داره. لالومد و غلامد یک فرق نمیکنه. آفرین. برای خدا. یارو خوشحال باشه. برو راستم شما چاش شله دچی داره. سلامت باشی. سلامت باشه. خداحافظ شما. لا 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 لا